پروژه جدید شهر کابل، تغییری چهره کابل و توسعه چند برابر آن. پروژه‌ای که منابع وابسته به آن بودجه آن را 6.5 میلیارد دلار میگویند و در سال روان میلادی با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان افتتاح شد. شهر کابل اگرچه در گذشته از داشتن هوای پاک و محیط زیبا بهره‌مند بوده است، اما در این اواخر به دلیل رشد بی‌سابقه جمعیت و همچنان ساخت و سازهای فراوان در مقیاس و نفوذی که دارد تبدیل به یک شهر کوچک و مزدحم شده است که آلودگی هوا و انباشت کثافات در گوشه‌های مختلف آن این شهر را تبدیل به محیط دیگری کرده و آن را از ماهیت نخستین خویش جدا ساخته است. در چنین موقعیت ساخت یک شهر جدید و تقسیم منابع بشری در آن می‌تواند به بهسازی این شهر کمک فراوان کرده و از انباشت عناصری که زیبایی شهر را از بین می‌برند جلوگیری کند. پروژه کابل جدید که اکنون روی دست گرفته شده و منابع از آغاز کار آن صحبت می‌کنند، به منظور دستیابی به چنین هدف طراحی و در پیش گرفته شده است. وسعت این پروژه 1.5 برابر بیشتر از مساحت فعلی شهر کابل است و رسانه‌ها اندازه آن را 370,000 جریب زمین نقل کردند. این پروژه قرار است در 4 فاز طراحی و ساخته شود و کار فاز اول آن در 5 قطعه در نظر گرفته شده است که بعد تازگی ساخت قطعه دوم آن افتتاح شد. بر اساس گفته‌های کارگزاران، پروژه مذکور در این قطعه به تعداد 2300 خانه مسکونی ساخته خواهد شد که از این خانه‌ها به تعداد 12,000 نفر استفاده خواهند کرد. کار بازسازی و پیشبرد قطعه دوم از فاز نخست پروژه کابل جدید را شرکت‌های ساخت و ساز خصوصی به پیش می‌برند و وزارت شهرسازی و مسکن به صورت مستقیم به ساخت و ساز آن و روند پیشرفت پروژه فوق نظارت خواهد داشت. این پروژه که زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای هزاران نفر فراهم می‌سازد، می‌تواند مشکلات شهری و محیطی کابل و همچنان مشکلات شهروندان کشور را نیز تا حدودی حل بسازد. همان گونه که بودجه ساخت پروژه مذکور هنگفت بوده و در حوزه ساخت و ساز شهری بی‌سابقه میباشد، حجم و مساحت آن نیز زیاد بوده و در صورتی که با موفقیت به پیش برود و در میانه راه متوقف نگردیده و بدون هیچ مشکل تکمیل گردد، شهروندان زیادی در آن مسکن گزین شده و صاحب خانه و مسکن خواهند شد. پروژه کابل جدید مطابق دریافت‌هایی که از مقامات مسئول در دسترس قرار گرفته است، در 2 مرحله چندین ساله در معرض اجرا قرار خواهد گرفت. در مرحله اول این ساخت و ساز 250,000 خانه مسکونی ساخته شده و 1,500,000 نفر در این خانه‌ها اسکان داده خواهند شد و محیط این خانه‌ها نیز به گونه‌ای خواهد بود که دارای ساحات تجاری و تفریحی باشند و این پروژه که به گفته معاون اقتصادی حکومت طالبان با تمام امکانات مدرن و پیشرفته دنیا مجهز خواهد بود، در آینده نزدیک به پایان رسیده و پس از تکمیل کار آن، انتقال شهروندان از کابل قدیم به کابل جدید مطابق طرح و پلان مشخص انجام خواهد شد. کارشناسان معتقد هستند که جابجایی شهروندان در این محیط وسیع می تواند از مشکلات زیاد شهری مثل ازدحام و حادثات ترافیکی جلوگیری کند و از آلودگی صوتی و محیطی بکاهد. این پروژه که از آن به عنوان یک پروژه ملی نظر انداخته می شود، اکنون مورد توجه اکثریت شهروندان قرار گرفته و امید تازه‌ای خلق کرده است. افغانستان که به دلیل اقتصاد شکننده‌اش از پروژه‌های توسعه‌ای و انکشافی نمی تواند حمایت کند، ناکامی در تطبیق این پروژه و توقف کار آن نیز دور از تصور نبوده و این مسئله را شهروندان افغانستان نیز به خوبی درک می کنند. برای همین هم بیشتر از آنها به موضوع اتمام پروژه فوق به دیده تردید می‌گرفته و آن را پدیده دست نیافتنی تلقی می‌کنند. اینکه آیا پروژه کابل جدید که معاون اقتصادی طالبان آن را بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران دانسته است می‌تواند به سرانجام برسد و یا خیر، پاسخ این پرسش را گذشت زمان و فراهم آوری بودجه کافی خواهد داد.